میکنم همتون این مجری تلویزیون رو یادتونه. یه مجری خیلی شاد و پر انرژی بود. جدیداً با خبر خیانت همسرش و مصاحبه‌ای که انجام داده حسابی جنجالی شده. اگه میخوای بدونی ماجرای خیانت همسرش چی بوده، با من تا آخر ویدیو همراه باش. این خانم مجری با سابقه تلویزیون اسمش ژیلا صادقی، متولد 1352 در تهرانه. الان حدوداً 52 سالشه. ژیلا صادقی علاوه بر مجریگری در عرصه بازیگری هم فعالیت داشته. فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشگاه آزاده. دومین فرزند خانواده است. یه خواهر بزرگتر از خودش داره که در آمریکا زندگی میکنه. یه برادر که در آلمان زندگی میکنه. یه خواهر دیگه او در دبی و خواهر کوچکتر او هم در یکی از کشورها مشغول به تحصیله. ازدواج این مجری با سابقه تلویزیون در سن 43 سالگی خیلی خبرساز شد. او با همسرش محسن رجبی در منطقه لواسان همسایه بودند و رابطهشون در حد سلام علیک و احوال پرسی بود. بعد از گذشت چند سال، یعنی در سال 94، محسن رجبی از ژیلا صادقی خواستگاری میکنه و در خرداد 95 مراسم عقدشون و بعد هم آغاز زندگی مشترک. محسن رجبی قبل از ازدواج یک شغل کارمندی و دولتی داشته، ولی بعد از ازدواج صاحب یک رستوران میشه. جالبه که ژیلا صادقی اقامت آمریکا رو هم داره و در یکی از محله‌های مرفه نشین آمریکا زندگی میکنه. حالا همین خانم مجری معروف تلویزیون به تازگی 2 مصاحبه انجام داده و جزئیات تکان دهنده ای از زندگی مشترک خودش رو فاش کرده. اون در این مصاحبه ها به خیانت 4 بازیگر زن اشاره کرده که با تبلیغ برای رستوران همسرش زندگی او رو خراب کرد. حالا بریم با هم گوشه ای از همین مصاحبه جنجالی او رو ببینیم و بشنویم. یادتون نره که نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید، چون نظراتتون باید خیلی جالب و خوندنی باشه. میدونی مثل چی میمونه آقا مجید؟ مثل میمونه که مثلا الان شما کارگردانین و تولید کننده یه برنامه هستین، توی تولید یه برنامه تبحر دارین، بعد من بیام از شما مثلا کمک نگیرم برای ساخته برنامه، برم علی آقا سوپرمارکت سر کوچه بگم علی آقا ببخشید مثلا میشه بیاین یه برنامه ما داریم با این فرمت برای ما بسازیم. کاری که اون آقا کرد این کاری کرد دیگه. مثلا تو زنت ژیلا صادقیه، اولین زنیه که بیلبوردش رفته بالا، دوره مارکتینگ دیده، همه چیز هم بلده، میدونه، فضای تبلیغات رو میشناسه، قاب تصویر رو میشناسه. مثلا تو بدی مثلا ببخشید معذرت میخوام تو آرایشگاه از یه خانمی که بند میندازه کمک بگیری که تبلیغ کنه واسه ژیلا. زندگی خراب شد نه؟ اساسا تلاش کردم براش ولی نشد. فکر کردم میتونم ببخشم. نه با یک حلقه ازدواج یک جنجال درست کنی. من نکردم مسلمون. سر یه برنامه بود خونه خوبه، تهیه کننده ای که الحمدلله رب العالمین اولین و آخرین کارش بود، اومد گیر داد که حلقتو درار. خب این کار اصلا کار خیلی خطرناکی بود. اصلا من جواب همسرم می‌خواستم چی بدم، حلقم کو. بعد گفتش که آره این حلقه گرونیه درار. اصلا این حرفا یعنی چی؟ حلقه گرونی بود؟ اتفاقا همین خیلیا رو گول زد. این حلقه ای بود که من با یه سلیقه خاصی انتخابش کرده بودم. خب سلیقه خاص پول خاص هم میخواد دیگه. خب گرون بوده دیگه. گفتن که شما در واقع یک ازدواجی کردید، این ازدواج برنامه ریزی شده بوده، شما میدونستی که چگونه هم باید ازدواج کنی. اینا رو بهت گفتن دیگه. میدونی من تو 2 اتاق زندگی میکردم. اصلا بیخیال. بله اصلا قبول هنوزم هست. من در 2 اتاق زندگی میکردم، لب یک جاده توی سمت فشم. یکی از آرزوها این بود که همه ایرانی ها میتونستن سفر کنن امریکا، برن امریکا رو ببینن. چرا؟ خیلی زندگی در امریکا سخته، خیلی برای ایرانیا داره سخت میگذره، دوری، غربتش، سختی زندگی. یعنی من میگم امریکا اومده با هالیوود خودش رو دنیا معرفی کرده. شما اصلا اون شکل شمالی که تو هالیوود میبینید که تو اونجا نمیبینید. منی که رفتم گشتم و دیدم متوجه شدم قصه چیه، اینجا قضیه چیه.
و من وقتی میبینم که پلیس من میتونه دفاع کنه از ناموس کشورش، چرا قدردانی نکنم؟ چرا بهش سلام نظامی ندم؟ چون شهروند امریکا هم. یکی از آرزوهای رانندگی امریکای منه. حالا هی به ما فخر بفروش. نه بابا، میخوام بگم که شما میگید با این حجاب ایران اونم باطل شده. میگید حجاب، این حجابه میبینین دوستان؟ خب چرا اینا رو به اشتراک نمیذاشتید با مردم؟ چرا میذاری قضاوت؟ یعنی شما در امریکا هم با همین پوشش هستید؟ آره، من کلا پوششم همین. پوشش منظورم روسری رو یعنی داری؟ آره، پوششم کلا همین. هر جا برم همینم. مرسی که با لایک و سابسکرایبتون از ما حمایت کردید برای ساخت ویدیوهای بیشتر. حالا اگه دوست دارید درباره بقیه سلبریتی ها ایرانی و خارجی اطلاعات بیشتری کسب کنید و فیلم و عکسای بیشتری ببینید، کافیه یا سر به کانالم بزنید.